بحث متعلق به توئه. تو با خودت، جسمت، روحت و قدرت درونیت تنها هستی. پس یک جای راحت پیدا کن، بنشین یا دراز بکش. چشمانت رو ببند و یک نفس عمیق بگیر. با یک بازدم طولانی هر تنشی که در بدن داری آروم رها کن. حالا چند نفس عمیق دیگه بکش. این بار با تمرکز روی پاها، ساقها، زانوها، ورانها. اجازه بده زمین انرژی رو به تو منتقل کنه. تو امن هستی. تو در لحظه ای امن قرار داری. حالا توجهت رو به پایین شکمت بیار. اسم این بخش هارا هست. این مرکز انرژی زنان است. جایی که قدرت نرم، شهود و نرمی از اون جریان پیدا میکنه. تصور کن یک نور صورتی با هاله های طلایی ملایم در این نقطه روشن میشه. با هر دم نور بزرگتر و گرمتر میشه و با هر بازدم تمام تنش و استرس از بدنت خارج میشه. حالا تصور کن که این نور آرام آرام از هارا به پایین ستون فقرات، لگن و پاها میره. به انگشتان پا میرسه و زمین رو لمس میکنه. با هر دم انرژی زنانه تو فعالتر میشه. با هر بازدم تو آرامتر، نرمتر و انعطاف پذیرتر میشی. در ذهن زمزمه کن: من پر از انرژی زنانم. من در عین قدرتمندی نرم و انعطاف پذیرم. انرژی زنانه در جای جای بدن من جاری است. من با جریان زندگی هماهنگم. حالا تصور کن این نور از هارا بالا میاد. به چاکرای شکم، قلب و شانه ها میرسه. در قلبت این نور صورتی با هاله های طلایی با یک نور سبز کمرنگ آروم آروم ترکیب میشه. این ترکیب نور عشق به خود، پذیرش و قدرت نرمی و انعطاف پذیری زنانه رو فعال میکنه. تصور کن این نور از قلب تو خارج میشه و تمام بدن تو رو پر میکنه. هر سلول تو با نرمی، آرامش و قدرت
در ذهنت زمزمه کن: من با انرژی زنانم در صلح و هماهنگی هستم. قدرت نرمی و انعطاف پذیری، زیبایی و نفوذ کلام من هر روز در من پررنگتر و بیدارتر میشه. حالا این نور آرام آرام به پاهای تو میره. پاهای تو به زمین متصل میشه. تو با زمین در اتصال هستی و در امنیت کامل. همچنان نفس عمیق بکش و این اتصال به مادر زمین رو حس کن. هر بازدم تو رو در قدرت نرم و آرامش زنانه نگه می‌داره. چند لحظه در این حس بمون. حالا حس کن که زنانه بودنت، نرمیت، شهودت و قدرتت همگی با هم فعال و متعادل شدن. یک لبخند آروم روی لبهات بنشون. به آرومی انگشتان دست و پا رو حرکت بده. یک دم عمیق بگیر و زمانی که آماده بودی چشمهات رو باز کن. تو حالا با انرژی زنانه کامل، با انعطاف پذیری، نرمی، آرامش و قدرت زنانه بیدار شدی.